Hello everybody, in this session I'm going to briefly talk about one of the main and fundamental concepts in genetics, something that helps us understand how traits are inherited and expressed. Yeah, you're right. This is going to be an introduction to genotype and phenotype. دو تا مفهوم خیلی مهم توی ژنتیک وجود داره که اگه ما بخوایم در مورد مسائل ژنتیکی صحبت کنیم یا مسائلی که ژنتیک در اونها دخیل هست مثل سایکولوژی، روانشناسی، باید به قدر کافی در مورد این مسائل اطلاعات داشته باشیم تا درک بهتری داشته باشیم. یکی بحث ژنوتایپ، ژنوتیپ، و اون یکی بحث فینوتایپ، فنوتیپ هستش. این دو تا مفهوم کلیدی هستند و به ما کمک میکنند که صفاتی که از والدین یا اجداد به فرزندان و نسل‌های بعد انتقال پیدا میکنن رو ما بیشتر درک کنیم. به طور کلی ژنوتیپ رو بهش میگن ژنتیک کد، کدهای ژنتیکی هستش. ژنوتیپ یه مجموعه کاملی از ژن‌ها یا دستورالعمل‌های ژنتیکیه که یک ارگانیسم یا موجود زنده از والدین خودش، از اجداد خودش اینها رو به ارث میبره. اینا مثل یک طرح کلی میمونه، یه نقشه کلی میمونه که صفات و ویژگی‌های بالقوه‌ای رو که یک فرد میتونه داشته باشه اینا رو میاد تعیین میکنه. این ژنوتیپ میاد اینها رو تعیین میکنه. اینا میشن چی؟ میشن یه سری کدهای ژنتیکی. از اون طرف فینوتایپ، فنوتیپ بهش میگن observable traits. تریت ها، خصوصیات و صفات observable، قابل مشاهده. یعنی اون چرا که شما در ظاهر میبینی به این میگیم ما فنوتیپ. فنوتیپ پس صفات قابل مشاهده و ظاهری طرفه که نتیجه ژنوتیپه، نتیجه تعامل با محیط هم هست. یعنی ژنوتیپ هر جوری قرار بگیره، ژن‌های طرف هر جوری قرار بگیره، بروز ظاهری اون رو، اون چیزی که شما در ظاهر میبینی، به اون میگیم ما فینوتایپ. یک کدی وجود داره. پس ببینید خلاصش اینه که یک کدی وجود داره که وقتی شما می‌خواید اون کد رو به صورت ظاهری ببینید، مثلا شما تو ظاهر چی می‌بینی؟ می‌بینی که فرد چشمش آبیه یا چشمش مثلا قهوه‌ایه. یک کدی وجود داره که وقتی شما به صورت ظاهری اون رو می‌خوای ببینی، ما به اون میگیم، به اون ظاهر طرف میگیم فینوتایپ. اسمی که روی اینها گذاشته میشه، روی ژنوتایپ، با حروف بزرگ و کوچیک انگلیسی این اسم‌ها گذاشته میشه. مثلا A بزرگ، A کوچیک، B بزرگ، B کوچیک. که مثلا A بزرگ رو میگن ژن‌های غالب، ژن غالب رو مثلا با A بزرگ نشون میدن، حالا تو یک صفت که بهش میگن دامیننت جین، و A کوچیک رو میگن بهش ژن مغلوب، ریسسیو جین، که یک فرد میتونه اینها رو دارا باشه. پس اگر ژنوتیپ طرف مثلا چی باشه A بزرگ، A کوچیک، این ژنوتیپ طرف این باشه. A بزرگ برای چی باشه؟ A بزرگ که ژن غالبه بود. A بزرگ برای چشم قهوه‌ای باشه. A کوچیک هم که ژن مغلوب بود برای چشم آبی باشه. یعنی طرف با اینکه ژن مغلوب که A کوچیک هست رو داره، ولی چون یه دامیننس داره، A بزرگ دامیننسه، یعنی اون غالبه همیشه نشون داده میشه دیگه. پس شما در فینوتایپ طرف، در ظاهر طرف، اون ژن غالبه رو میبینی. پس طرف ژنوتیپش چی شد؟ A بزرگ، A کوچیک. A بزرگی برای چشم قهوه‌ای بود مثلا، A بزرگی برای چشم قهوه‌ای بود، A کوچیکی برای چشم آبی بود. A بزرگی ژن غالب بود. پس شما وقتی فینوتایپ طرف رو می‌بینید، با اینکه A کوچیک داره تو ژنوتیپش و با اینکه اون چشم آبی رو تو ژنوتیپش داره، ولی تو فنوتیپش و در ظاهر طرف شما چی می‌بینید؟ مثلا چشم قهوه‌ای می‌بینید، اون ژن غالبه رو می‌بینید. پس در فنوتیپ شما ظاهر طرف رو داری می‌بینید. شما چی داری می‌بینید؟ اون چیزی که ژن غالبه داره نشون میده در واقع، اون رو دارید توی فینوتایپ و ظاهر طرف می‌بینید. ژنوتیپ پس یک مثلا خیلی مهمه تو این زمینه که شما ببینید که مثلا ژن غالب چیه، ژن مغلوب چیه، و فردی که مثلا شما می‌بینید تو این مثالی که عرض کردم هم ژن غالب رو داره، هم ژن مغلوب رو داره که حالا توی چشم بود، هم مثلا ژن غالب چشم آبی رو داره، ژن غالب چشم مثلا قهوه‌ای رو داره و هم ژن مغلوب چشم آبی رو داره. شما ژن غالب رو داری می‌بینید و در فنوتیپ طرف این ظاهر میشه. کلی بخوایم ما بحث کنیم، ژن‌ها به صورت اولا اینو باید بدونید که ژن‌ها به صورت جفت میان، یعنی یکی از پدر میاد، یکی از مادر میاد، اینجوری هستن که حامل صفات مختلفی هستن دیگه. مثلا یکی حالا برای رنگ چشم مثلا ژن داریم، برای رنگ مو داریم، برای مریضی های خاص مثلا ما ژن های مختلف رو داریم. هر کدوم از این ورژن های ژن رو بهش میگن الیل، یا حالا تلفظ میشه الیل به صورت عامیانه حالا تو فارسی. الیل هر کدوم از این ورژن های ژن رو میگن که یکی شما مثلا از پدر میگین، یکی از مادر میگین. ژن دامیننت، اون ژن غالب، ژن قوی هست. یعنی در نهایت اثری که شما میبینید در فرد، اون فنوتیپی که شما در ظاهر فرد دارید میبینید، همون ژن غالب است.
همون ژن دامیننت هستش. حتی اگر اون ژن فقط از یکی از والدین شما به ارث رسیده باشه. یعنی نگاه می‌کنید از والدین شما مثلا رنگ چشم از یکی چشمش آبیه، یکی مثلا چشمش قهوه‌ایه. ببینید ژن غالب کدومه؟ شما پس هر دو رو دارید دیگه. ببینید ژن غالب کدومه؟ ژن غالب در ظاهر بروز پیدا میکنه و در به اصطلاح فینوتایپ شما میتونید اون رو ببینید. در مقابل اون ژن مغلوب یا ریسیسیو جین، اون ژن ضعیف است. زمانی شما اثرش رو میتونی ببینیم، زمانی بروز پیدا میکنه که 2 تا کپی ازش وجود داشته باشه. یعنی از هر دوی پدر و مادر شما همون رو گرفته باشی. اون موقع اون ژن ریسیسیو یا مغلوب رو شما میتونی به اصطلاح در فنوتیپ طرف ببینید. یعنی هر دو الیل باید ریسیسیو باشه تا شما در ظاهر و فنوتیپ طرف بتونی اون رو ببینید. خب مثلا اگه ببینید شما ژنوتیپ طرف رو میبینید 2 تا A کوچیکه. حالا ما داریم با A مثال میزنیم و داریم روی مثلا رنگ چشم، یه مثال دیگه داریم رنگ چشم ما رو میبینیم. 2 تا A کوچیک باشه و این A کوچیکان برای چشم آبی باشه. 2 تا A کوچیک برای چشم آبی باشه. شما در فنوتیپ طرف چی میبینید؟ این ژنوتیپش بود که 2 تا A کوچیک بود. هر 2 تا A کوچیک هم که میدونیم برای ژن رنگ چشم آبیه. وقتی هر 2 تا A داشته باشه دیگه غالب اینجا وجود نداره دیگه. هر 2 تاش A کوچیک بوده، پس شما توی فنوتیپ طرف ظاهر طرف چشم آبی رو می‌بینید. چون 2 تاش کوچیکه، 2 تا A کوچیک هست و 2 تاش هم مغلوب بوده دیگه. پس هیچ برتری نسبت به هم دیگه نداره. پس فقط شما همون صفت مغلوب رو می‌بینید. پس ژنوتیپ اگر 2 تا A بزرگ باشه یا یه دونه A بزرگ و یه دونه A کوچیک باشه، ببینید دقت کنید. اگر ژنوتیپ طرف 2 تا A بزرگ باشه یا یه دونه A بزرگ و یه دونه A کوچیک باشه، شما قالبه رو می‌بینید. قالب چی بود؟ A بزرگ بود. حالا تو 2 تا A بزرگ که هر دوش A بزرگه هیچ فرقی نمی‌کنه. توی A بزرگ A کوچیک هم اون A بزرگ رو می‌بینید. A بزرگی برای چی بود؟ حالا تو این مثال ما برای چشم قهوه‌ای بود. پس شما ژنوتیپ طرف 2 تا A بزرگی یا یه دونه A بزرگ یه دونه A کوچیکه، این ژنوتیپ طرف. توی فینوتایپ طرف چی می‌بینید شما؟ اون قالبه رو می‌بینید. A بزرگ رو می‌بینید که A بزرگی برای چی بود؟ حالا تو این مثال ما برای چشم قهوه‌ای بود. برای یعنی اون دامیننت، ژن دامیننت و قالب رو می‌بینید. اگر ژنوتیپ طرف 2 تا A کوچیک باشه، A کوچیک برای چی بود؟ ژن مغلوب بود، برای چشم آبی بود. شما در یعنی اون ریسیسیو بود، ژن مغلوب بود. شما در به اصطلاح فینوتایپ طرف همون ژن مغلوب رو می‌بینید، چشم آبی رو می‌بینید. پس در صورتی شما اون ژن مغلوبه و ژن به اصطلاح اون چشم آبی رو حالا تو این مثال ما می‌بینید که ژنوتیپ طرف هر دوش A کوچیک باشه. حالا این بحثش خیلی مفصل، ما حالا بعداً سعی می‌کنیم وارد نکاتش بشیم و یک سری مسائلی که نیاز هست مثلا بتونیم به اصطلاح دست بدیم اینها رو، چیزایی که نیاز هست توی سایکولوژی بهش بپردازیم و اطلاعاتی که در این زمینه نیاز داریم رو بیشتر روش مانور بدیم. من میگم اینا چیزایی است که ما بعداً باید وارد بشیم و روش مفصلاً بحث کنیم. یه مسئله دیگه هم وجود داره، اون بحث environment هستش، بحث محیط هست که میتونه روی به اصطلاح فینوتایپ طرف اثر بذاره. مثلا شما می‌بینید 2 تا دوقلوی همسان که اینها دوقلوهای همسان ژنوتایپشون یکی هستش. اینا وقتی محیط رو داریم بررسی می‌کنیم، اینا وقتی در معرض تغذیه متفاوت قرار می‌گیرن، اینا وقتی مثلا در معرض استرس قرار می‌گیرن یا محیط رشدشون مثلا فرق می‌کنه، یکی مثلا جایی هستش که حالا مثلا نور کافی هست، آفتاب هست، که توی محیطی مثلا ابری داره زندگی می‌کنه، محیطی که مثلا دائما بارون میاد و مثلا ابر هست و اینا، شما می‌بینید که خصوصیات مختلفی رو اینها از خودشون بروز میدن و فرق می‌کنه. یا مثلا مثال واضحش رو میتونید توی حالا اینا رو میگم بحث می‌کنیم و جزئیاتش رو میگیم بعدن که چه اثراتی محیط میتونه داشته باشه. توی گیاه مثلا میتونید اینو ببینید، چون ژنتیک حالا توی گیاه هم میشه بحث کرد. حالا ما بحثمون که سایکولوژی کشیده میشه فقط بحث به اصطلاح ژنتیک انسان رو داریم بحث می‌کنیم. ولی حالا از نظر مثال میتونیم گیاه رو مثال بزنیم. می‌خوایم اثر محیط رو بگیم، می‌خوایم ببینیم انوایرمنت چه اثری داره روی طرف. یعنی به این سادگی‌ها نیست فقط مثلا بگی ژنوتیپ طرف داره بعد روی فینوتایپ طرف اثر میذاره مثلا اون رو شما فقط می‌بینید. نه، محیط هم اثر داره روی. شما می‌بینید گیاهی که مثلا یه ژنوتیپ این رو داره که بیاد توی ژنوتیپش وقتی شما می‌بینید که این ژن رو داره که ارتفاعش مثلا بلند از نظر طولی مثلا رشد کنه، شما بیاید یه خاک ضعیفی رو مثلا می‌بینید، اون گیاه رو ببینید خاک ضعیف داشته باشه یا نور آفتاب مثلا بهش نخوره یا زیاد در معرض نور آفتاب نباشه، نتیجه یعنی فینوتایپی که شما می‌بینید که باز گیاه خیلی کوتاه مونده. پس یعنی محیط اثر داره، صرفا به خاطر اون ژنوتیپ طرف نیست، به خاطر ژنوتیپ اون گیاه نیستش که این میتونه اون فنوتیپ رو به شما نشون بده. نه، محیط رو هم باید در نظر بگیریم. پس محیط روی فینوتایپ گیاه، روی فینوتایپ انسان اثر میذاره، با این که ممکنه ژنوتایپی داشته باشه که یه مطلب خاصی رو داره به ما میگه. این نکات رو تو ذهن داشته باشید. ما بعداً وارد ارتباط اینها با سایکولوژی میشیم و ببینیم که چه دخلی اینا داره توی تشخیص، چه دخلی داره اینها در تراپی.
در انسان مثلا شما می‌بینید، یه مثال دیگه بزنم که حالا یه خود بیشتر تقریبا به ذهن بشه. شما تو انسان مثلا می‌بینید که در یه فردی یا در یک خانواده‌ای ژن مثلا عضله‌ای بودن وجود داره. اینها مثلا بدن عضله‌ای مثلا دارن. ژنوتیپش یعنی وجود داره، ژنوتایپش وجود داره که اینها بدن عضله‌ای داشته باشه. که مثلا شما می‌بینید توی خانواده خواهر برادرای مختلفی که هستن، یه هستن مثلا عضله‌ای، مثلا ممکنه یه نفر رو پیدا کنی که نه اینجوری نباشه، زیاد مثلا عضله‌ای نباشه و از نظر فینوتایپ با اونا فرق داشته باشه. دلیلش چی میتونه باشه؟ اینا میخوام بگیم اثر محیط چیه. دلیلش این میتونه باشه که مثلا اون فرد فعالیت فیزیکی خاصی ممکنه نداشته باشه، یا مثلا در معرض یه سری چیزهای قرار گرفته یا استرس‌های خاصی قرار گرفته. میخوام بگیم اثر محیط چقدره، که با اینکه ژنوتایپشو داره و با اینکه شما میبینید خواهر برادرای طرف مثلا اون ژنوتایپ رو دارن، در فینوتایپ خودشون نشون میدن، این یه نفر نشون نمیده چون محیط برای او فرق کرده و اثراتی که داشته برای او متفاوت بوده. ببینید این رو دقت، حالا من یه کلیتی گفتم، باز اینها رو توضیح میدیم و جزئیات اینها رو واردش میشیم. ما بحثایی که داریم انجام میدیم و چیزی که داریم دنبال میکنیم، اولا دقت کنید که ما وقتمون خیلی کمه و سرعت خیلی زیاده، همه چیز داره سریع جلو میره. ما باید سریع این چیزایی که ما داریم میگیم و بحثایی که حالا در جلسات مختلف اشاره میکنیم، اینها همه مقدماته. ما باید سریع اینها رو تموم کنیم، وارد کار پرکتیکال و عملی بشیم. باید ما سریع به اینها برسیم، به اینها به اصطلاح این مقدمات، این اطلاعات رو باید داشته باشیم. تمام این حرفای ما ابزار کاره، یعنی مقدماتی که ما داریم میگیم همش ابزار کار ماست. ما باید اینها رو بدونیم، آگاهی پیدا کنیم تا بتونیم به اون رویکرد اصلیمون برسیم، که بدونیم ما میخوایم چیکار کنیم، به کدوم سمت میخوایم بریم و چه ابزاری نیاز داریم که بتونیم اون ایده پردازی ها رو روش کار کنیم و ایده های جدید رو روش کار کنیم. یک زمینه که حالا قبلا هم اشاره کردم، سایکل کوچینگ، که ما روش بیشتر معروف بدیم و این چیزایی که داریم میگیم به نوعی اطلاعاتی است که به اون ربط داره. اینا باید به اصطلاح مقدماتش فراهم بشه، این اطلاعات رو ما داشته باشیم و از تکرار ببینید خیلی از کارهایی که داره انجام میشه تکرار مکررات دیگه، خیلی از کارهایی که در طول زمانها و نتیجه‌ای نداشته یا اصلا مردم شاید چاره‌ای نداشتن چیزی که به اون نتایج اعتماد کنن، مثلا راه دیگه‌ای وجود نداشته. ما از این تکرارها می‌خوایم کم کنیم و بیایم برسیم به این مسائل جدید، بیایم برسیم به یک سری رویکردهای جدید. چون واقعا شما نگاه کنید توی حالا بحث تشخیص، توی بحث تراپی اصلا پیشرفت خاصی وجود نداشته، یه تسکین صرفاً بوده، نتیجه‌ای در واقع نگرفتیم که ببینیم اینها در واقع چی بوده. حالا نمیخوام زیاد وارد این بحث بشم و این رو بس بدم، ولی به طور کلی اگر نگاه کنید، از این سیر رو اگر نگاه کنید از ابتدا تا انتها و چیزی که امروز ما داریم می‌بینیم یه بیزنس پلنه. در واقع اینا اهداف بیزنسی بوده که برای اینکه حالا این افرادی که حالا اینها رو در اختیار داشتن، چون قدرت داشتن، قدرت مالی داشتن، به اصطلاح تبلیغات کردن، تبلیغات دست اینها بوده، یه چیزی رو جا انداختن بین مردم و این روند رو شما می‌بینید که همینجوری داره پیش میره. نه درمان خاصی وجود داره، نه به اصطلاح تشخیص شاید خیلی دقیقی وجود داشته، نه مطالب مختلف کنار هم چیده شده، صرفا یه تسکینی بوده و افراد میان اینجوری گول میخورن و اعتیاد پیدا میکنن به این نوع به اصطلاح روش‌ها و چیزهایی که القا میشه بهشون. ما رو انداختن در واقع توی یک مسیری که این متاسفانه خیلی رایج هست. توی یک مسیری ما هستیم که قدرت تفکر، قدرت تأمل، اینها از ما گرفته شده، از بسیار از افراد این گرفته شده، با تبلیغات مختلف، با درگیری‌های مختلف. وقتی شما در طول زندگیت با چیزهای مختلف درگیر هستی و این اجازه نمیده به شما که فکر کنی، اجازه به شما نمیده که تأمل کنی، ذهن شما رو با یک سری اطلاعات اومده پر کرده و همش شما رو مشغول اینها کرده. دیگه به ذهن اجازه نمیده که آقا این اطلاعاتی که مثلا شما به شما دادیم اینا رو بیا آنالیز کن. این اطلاعاتی که شما این کدومش به درد میخوره، کدومش به درد نمیخوره، اصلا از این اطلاعات چه استفاده میشه کرد. آخه ما صرفا دنبال نیستیم که فقط اطلاعات کسب کنیم. من اطلاعاتی کسب میکنم، یک ورودی که دارم، من خروجی داشته باشه، بعد ببینم این اطلاعات رو چجوری میتونم آنالیز کنم و چه نتیجه‌ای میتونم از اینا بگیرم، بررسی کنم اینها رو، تحلیل کنم اینها رو، چی بوده، چیش به درد میخوره، چی به درد نمیخوره. اینکه ذهن میاد این اطلاعات، هزاران اطلاعات به شما میدن، حجم اطلاعاتی زیاد به شما میدن، دیگه شما فقط درگیر خیلی خوبه با طرف یه احساس خیلی خوبی بهش دست میگیری، او مثلا اینو میدونم، اونو میدونم، این اطلاعات مختلفو دارم، همه این مسائل رو مثلا میدونم، یه حسی به آدم دست میده که خب من اطلاعات خیلی دارم، ولی خب این اطلاعات به چه درد میخوره؟ جذابیت داره ولی به چه درد میخوره؟ ازش کجا استفاده کردی؟ کجا تونستی ایده بدی؟ کجا تونستی اینا رو تحلیل کنی؟ کجا تونستی ازش به اصطلاح بهره ببری و یه جایی کجا تونستی به نتیجه برسی؟ شما رو میبره به اون حالت فانتزی فکری که شما اطلاعات زیادی داری، همش خوشحالی که من خیلی مطلب میدونم، ولی از این مطالب هیچ نمیتونی استفاده کنی، هیچ تحلیلی نمیتونی از اینا ارائه بدی. یعنی تفکر و تعقل و تأمل تعطیل شده. اینا رو تعطیل کردن، ولی خب حجم اطلاعات خیلی زیاد شده و این خودش یه به اصطلاح حالت تفکر فانتزی به طرف
دست داده. این کاری است که خب در علوم مختلف داره انجام میشه، تو سایکولوژی هم انجام میشه. اصلا شما میبینید که سوشال مدیا کلا داره همین کارو با افراد انجام میده. جنبه‌های خوبم داره، ما نمیخوام بگیم سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی اصلا جنبه‌های خوب نداره. خیلی جنبه‌های خوبم داره، خیلی کارا رو داره راه میندازه. اما در کل وقتی شما نگاه میکنید میبینید که با این اطلاعاتی که دارن به فرد میدن، حجم اطلاعاتی که داره به اصطلاح فرد توش قرار میگیره، چیکار داره میکنه؟ هیچی، فقط طرف سرگرمه. پس ببینید ما باید سعی کنیم تا جایی که میتونیم مقدمات کاری که داریم رو اینها رو خیلی سریع پیش ببریم، سریع جلو ببریم، تموم بشه، برسیم به اصل مطلب. اون چیزی که برای ما خیلی مهمه، میخوام برسیم به اون اصل مطلب و روی اون بحث کنیم. حالا یکی از مسائلی گفتم ما اشاره کردیم سایکل کوچینگ بود که ما مسائل سایکولوژی هستش، باید به اصطلاح نالج توش دخیله، باید نالج رو داشته باشیم و بعد این کوچینگ رو روش بریم مانور بدیم. یه سری ایده داشته باشیم، روی این ایده ها مانور بدیم و بتونیم به جایی که به اصطلاح مطلوب ما هست به اونها برسیم. که ژنتیک رو گفتیم یکی از اون مسائل است که گفتم وارد جزئیاتش میشیم، اینها رو ریز به ریز میایم بحث میکنیم. حالا اونایی که نیاز هست، ما قرار نیستش که اینجا تمام مسائل ژنتیکی رو بیایم باز کنیم و روی اونها صحبت کنیم، نه نیازی نیست به همین اونها. اون قسمتیش که نیاز هست، وقتی ما به اصل مطلب برسیم، یعنی این مقدمات رو تکمیل کنیم تا جایی که میتونیم و برسیم به اصل مطلب، خب هر کدوم شماها یه ذهنی داره دیگه، هر فردی یه ذهن تازه‌ای داره، هر فردی یک تفکر تازه‌ای داره، یک ابداع جدیدی داره و یک نوآوری داره، یک خلاقیتی داره، یه راهکار ارائه میده، یک کلید ارائه میده، یه کاری میشه انجام داد. این میشه کار پرکتیکال، این میشه کار عملی. اینجاست که دوباره ما میتونیم این تغییر تحولات رو ببینیم و بتونیم یه کار عملی انجام بدیم. یعنی از اطلاعاتی که کسب می‌کنیم، از نالجی که کسب می‌کنیم، در کنار اون کارهای سایکولوژیکی داریم انجام میدیم، بریم به سمت اون کوچینگ، بریم به سمت اینکه اینها رو هدایت کنیم، بریم به سمت اینکه اینی که گفتم چه ارتباطی داره. حالا ما بعداً بحث می‌کنیم که آقا ما وقتی داریم مثلا در مورد فینوتایپ، در مورد ژنوتایپ صحبت می‌کنیم، چه اثری داره در اون تشخیص و در اون تراپی که می‌خواد رخ بده، اینا چه اثری داره. اینا رو بعد دونه دونه بحث کرد و همه اینها رو کنار هم گذاشت و با اون نتیجه ایده هایی که داده میشه روی اونها مانور داد. پس این مقدمات رو سعی کنید دنبال کنید. ما دوباره اینها رو بحث میکنیم و دوباره به این ریز نکات میپردازیم. مسائل دیگه ای هم هست در کنار ژنتیک، اونها رو هم بحث میکنیم و بتونیم یه مجموعه ای رو تا جایی که میتونیم یه مجموعه کاملی رو جمع کنیم، یه اطلاعات کاملی رو جمع کنیم که بتونه هر کدوم از این اطلاعات یک سرنخی باشه برای اینکه ما ایده پردازیمون قوی تر باشه و بتونیم روی اون ان شاء الله بیشتر مانور بدیم.